هر وقت خواستید بدونید انسان‌ها تا چه حد میتونن پست و کثیف باشن، یه نگاه خیلی کوچیک به پرونده جونکو فوروتا بندازید. جونکو یه دانش آموز باهوش ژاپنی بود که متولد 22 نوامبر سال 1972 بود. جونکو با اینکه فقط 16 سال سن داشت ولی یه دانش آموز فوق‌العاده باهوش بود و همیشه نمره‌های بالایی می‌گرفت و خیلی هم مهربون و خوش‌رفتار بود. همین مسئله باعث شده بود بین تمام بچه‌های مدرسه خیلی محبوب بشه و دوستای خیلی زیادی پیدا کنه. جونکو اصلا اهل کارهای خلاف نبود، اصلا سیگار و مشروب و پارتی و اینا اصلا نمیرفت و استفاده نمیکرد و همین مسئله هم باعث محبوبیت دوچندانش شده بود. اتفاقا خیلی هم توی درس‌ها به بقیه بچه‌ها کمک میکرد و دوستای خیلی زیادی هم داشت. البته این دختر بچه ژاپنی به خاطر زیبایی خاصی که داشت هر روز کلی نامه‌های عاشقانه از طرف بچه‌های مدرسه دریافت می‌کرد و همه یه جوری دوست داشتن با این دختر ارتباط بگیرن. همه چیز داشت خیلی عادی و آروم پیش می‌رفت تا اینکه یه روز هیروشی میانو که یکی از قلدرای مدرسه بود و قدرت خیلی زیادی هم داشته، شدیداً پیگیر جونکو میشه و یه جورایی میخواد با این دختر ارتباط بگیره. جالبه که بدونید هیروشی میانو عضو باند یاکوزای ژاپن بود که یعنی خیلی قدرت زیادی داشت و حرف اول رو داخل مدرسه هیروشی میزد. این پسر خلافکار به جونکو پیشنهاد دوستی میده، اما جونکو بلافاصله این پیشنهاد رو رد میکنه و بهش اعلام میکنه که هیچ علاقه‌ای به این پسر نداره. هیروشی میانو که از جواب رد خیلی ناراحت میشه، تصمیم میگیره با رفیقاش یه کار خیلی احمقانه انجام بده و داستان ما تازه از اینجا شروع میشه. اونا تصمیم میگیرن این دختر مظلومو فقط به خاطر اینکه جواب رد بهشون داده رو شکنجه کنن و گروگان بگیرنش. توی 25 نوامبر سال 1988 یعنی دقیقاً چند روز بعد از تولد جونکو، این دختر بچه بعد اینکه داشته از مدرسه به خونه برمیگشته توسط 4 نوجوان دزدیده میشه. اونا جونکو رو گروگان میگیرن و 44 روز داخل یه خونه اسیرش میکنن. جونکو توی اون 44 روز تقریباً 400 بار توسط هیروشی و رفیقاش مورد تجاوز قرار گرفت و بدترین آسیب‌های جسمی و روحی رو تجربه کرد. اونا توی این 44 روز به هیچ عنوان به جونکو اجازه دستشویی رفتن نمیدادن و جونکو مجبور بود که همون جایی که هست و همون جایی که زندانیه کار خودشو انجام بده. یه لحظه این چیزی که گفتم رو تصور کن. نمیخواد خودتو بذاری جای این دختر، فقط تصورش کن. حتی آدم نمیتونه بهش فکر کنه. حالا کاش قضیه همینجا تموم میشد، اما ترسناکه که بدونید اونا توی این 44 روزی که جونکو رو به اسارت گرفته بودن حتی یک بار هم بهش غذای درستابی ندادن و هر روز بهش سوسک و حشره‌های مختلف میدادن و اگه جونکو اونا رو بالا می آورد مجبورش میکردن که استفراغ خودش رو بخوره. رسما دیگه اینا روانی هن. حالا جالبه که بدونید پلیس اومده بود به این پسر بچه ها شک کرده بود و اون خونه رو به طور کامل گشته بود، اما هیچ رد و نشونه‌ای نتونست از جونکو پیدا کنه. یعنی یه جوری جونکو رو اونجا قایم کرده بودن که هیچ ردی پلیس نتونست پیدا کنه از این دختر. این شکنجه‌هایی که بهتون گفتم تا 4 ژانویه سال 1989 طول کشید و جونکو به خاطر شکنجه و درد زیادی که داشت جون خودش رو از دست میده. جسد این دختر بچه مظلوم رو داخل یک کانتینر خیلی بزرگ انداختن و تمام اون کانتینر رو با بتون پر کردن. یعنی یه جوری جسد رو قایم کرده بودن که دیگه حتی خودشون هم نتونن پیداش کنن، حالا چه برسه پلیس و مقامات قضایی. قاتلین جونکو توی کمتر از 24 ساعت پیدا شدن و قاضی به هر کدومشون فقط 20 سال حبس داد. واقعا به نظرم 20 سال حبس واسه این کارهای وحشتناکی که انجام دادن خیلی خیلی کمه. یعنی واقعا زندگی کردن واسه همچین آدمای روانی خیلی حرومه. این بود از پرونده دردناک و غمگین جونکو. اگه به ویدیوهای ترسناک و پرونده های جنایی علاقه دارید، کانال منو حتما سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای جدید باشید.